سلام بر بچه، به زاویه زد خوش اومدید. مهدی هستم. تو این ویدیو قراره در مورد نکاتی که قبل از ورود دانشگاه باید بدونید صحبت کنیم تا وقتی وارد دانشگاه شدید خیلی به مشکل نخورید. اولین موضوعی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم فضای دانشگاه است. زمانی که شما از مدرسه وارد دانشگاه میشید احتمالاً پیش خودتون فکر می‌کنید که وارد یک فضای پیچیده‌تر یا خیلی خاص‌تری شدید. ولی دانشگاه هم مثل بقیه مقاطع از زندگی. نکته مهمی که داخل دانشگاه وجود داره این که شبیه یک جامعه کوچیکه. در واقع توی این جامعه آدما با میانگین سنی‌های مختلف و جنسیت‌های مختلف وجود دارن. هر کدوم دارای شغل‌های مختلفی هن. آدما رو با سطح‌های اجتماعی مختلف می‌بینید. یه نفر نگهبانه، یه نفر استاده، یکی استاد تمامه، یکی دکترا داره، یکی داره ارشد میخونه. در واقع میخوام بگم که یک فضای کوچیک شده است و این یک نکته مهمی که داخل دانشگاه وجود داره. نکته مهمی که داخل دانشگاه وجود داره این که یک شبیه ساز خیلی نزدیک به زندگی واقعی و جامعه‌ای که داخلش زندگی میکنید. داخل دانشگاه افراد با سطوح اجتماعی مختلف وجود دارن. یعنی شما یک نگهبان رو میبینید، استاد رو میبینید، استاد تمام رو میبینید، دانشجوی لیسانس، ارشد، دکترا رو میبینید و همینطور هم دختر و هم پسر داخل این فضا وجود دارن. این چیزی که باعث میشه فضای دانشگاه رو نسبت به اون فضایی که داخل دبیرستان یا راهنمایی یا در طول مدرسه داشتین متفاوت تر کنه. تو این جامعه حالا باید یک سری آداب و رسوم رعایت کنید که اولیشو میشه گفت یکی از مهمتریناش رفتار بالغان است. باید متفاوت از قبل رفتار کنید. در واقع شما وارد یک فضایی شدید که همه اکثرا حرفه‌ای‌ان، وارد یک سنی شدن که از نوجوانی گذشته و از شما انتظار دارن که خیلی بالغانه رفتار کنید، مثل یک فرد بزرگسال. ببینید برای مثال اینکه یک نفر قبلا توی دبیرستان آدمی بوده که باعث می‌شده اطرافیانش، دوستانش بخندن، قرار نیست داخل دانشگاه یک چیز پوان مثبتی باشه. اینطوری به شما بگم که اگه بیش از حد مسخره بازی سر کلاس در بیارید، احتمالاً نه تنها اساتید ازتون خیلی شاکی میشن، بلکه دوستای خیلی مناسبی هم پیدا نمی‌کنید و کسی شما رو به عنوان یک آدم بالغ نمیشناسه. یا اگر خیلی سر چیزای کوچیکی دلخور میشید، بعد این اخلاقتون رو بذارید کنار. باید سعی کنید مثل یک آدم بزرگسال رفتار کنید. به اندازه بخندید، به اندازه شوخی کنید و موقعیتی که داخلش هستید رو درک کنید. اینکه هی وسط حرف استاد بپرید یا به استادتون متلک بندازید، میدونید اون استاد چندین سال درس خونده و اونجاست که به شما یک نکته مهم رو یاد بده. یک آدم بسیار حرفه‌ایه که اندازه سن شما فقط درس خونده. پس توی این موقعیت از شوخی‌های مسخره که باعث میشه یک جمعی بخندن خودداری کنید. و نکته بعدی که باید رعایت کنید اینه که در ادامه هم، یعنی اینو در نظر داشته باشید که شما قراره 4 سال درس بخونید داخل اون فضا. در ادامه هم آدمایی که تو اون فضا هستن شما رو جدی نمیگیرن. شما رو با توجه به عملکردی که دارید نگاه میکنن. اگه آدمی هستید که مسخره بازی در میاره سر کلاس، قرار نیست آدما رو شما حساب کنن. چون فضای دانشگاه هم بزرگه و خیلی هم زود آدما میفهمن شما چه شخصیتی دارید. اصلا اینطوری نیست که شخصیت شما داخل کلاس خودتون بمونه. یعنی یک خطایی که انجام بدید یا یک رفتار اشتباهی که انجام بدید احتمالاً بین بقیه هم این متوجهش میشن. اونی که رشتهش با شما متفاوته هم حتی امکان داره متوجهش بشه. پس سعی کنید تا جای ممکن بالغانه رفتار کنید. سومین موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم روابطه. اولین نکته‌ای که میخوام توی این موضوع بگم منزوی نبودنه. دانشگاه همونطور که گفتم یک فضای بزرگه و یک شبیه ساز از زندگی واقعیه. اگه داخلش منزوی باشید، یعنی دوستان زیادی نداشته باشید یا نتونید با آدمایی که باهاتون همکلاسن یا اساتیدتون یا استادای راهنماتون یک کانکشنی نزنید یا یک ارتباط کوچیکی، حتی ارتباط دوستانه نگیرید، احتمالاً خیلی فضای جالبی برای شما نباشه دانشگاه و نمیتونید داخلش موفق باشید، نمیتونید داخلش تحقیقاتون رو به خوبی انجام بدید، خیلی راحت قطعاً درس نخواهید خوند و اینکه همیشه باید ببینید که یه سری آدم هستن که با همدیگه رفیقن، اینا میرن با همدیگه بیرون، خوش میگذرونن، دارن از اون سن جالب دوران 20 سالگیشون تا حالا مثلا 23 4 سالگیشون لذت میبرن، ولی شما یه گوشه افتادید. پس منزوی بودن رو باید داخل دانشگاه تموم کنید. حتی اگه آدم درونگرایی هستید باید یک سری دوست برای خودتون پیدا کنید و این نکته خیلی مهمه. این فضا مثل
زمان دبیرستان نیست که در نهایت با هم دیگه دوست بشید. آدما اینطوری داخل دانشگاه با هم دیگه ارتباط نمیگیرن. باید از سمت خود شما شروع بشه و روی این موضوع حتما کار کنید. دومین نکته که داخل بخش ارتباطات میخوام بگم در مورد اکیپاست. زمانی که شما وارد دانشگاه میشید 100% تبدیل به چند تا اکیپ میشید. نه اولش ترم اول اینطوری که همه با هم دیگه خیلی عالین، همه خوش میگذرونید، ولی آروم آروم این تفاوت عقاید و سلایقتون خودشون نشون میده. کاری که اینجا باید بکنید اینی که اکیپ شبیه به خودتون رو پیدا کنید. و اینکه یک نفر تو اکیپ شما نیست یا علاقهش با شما فرق میکنه، رفتارش فرق میکنه، دلیل نمیشه که باش مشکل داشته باشید. یکی از اشتباهاتی که اکثر دانشجوها میکنن، مخصوصا دانشجوهایی که وارد ترم 2 میشن، اینی که اگر یک فردی قبلا جزئی از دوستانش بوده و حالا وارد یک اکیپ دیگه شده، باش به مشکل میخورن. اینو درک کنید که آدما شبیه هم دیگه نیستن و احتمال خیلی زیاد شما هم قرار نیست با همه اکیپا خیلی خوب باشید. اصلا این کارو بکنید غلطه. شما باید آدمای شبیه به خودتون رو پیدا کنید. خیلی مهمه که با همه رفتار دوستانه داشته باشید، ولی قرار نیست با همه رفیق بشید. حالا یه سری رفتارها هست که داخل اکیپ خودتون خیلی مهمه رعایتش کنید. اولیش اینه که بدونید وارد یک اکیپ شدید، یعنی یک جمع دوستانه است. قرار نیست همه چیزا اونطوری که شما میخواید پیش بره. یعنی امکان داره یه آدمی بخواد به سمت چپ بپیچه و شما دوست داشته باشید به سمت راست بپیچید. اینجا باید ببینید که جمع چی میگه. کنار بیاید با این موضوع. یکی از اشتباهاتی که اکثرا میکنن و من دیدم داخل دانشگاه اینه که همه دوست دارن اکیپو به اون سمتی که دوست دارن ببرن. این یه کار غلطه. شما باید با این موضوع کنار بیاین که یاره یک جمع دوستانه شدید و به نظر همه دوستاتون باید احترام بذارید. فراموش نکنید که به هیچ عنوان درگیر حواشی نشید. یعنی حرف نبرید و بیارید، یا اگر آدمی رو داخل اکیپتون دارید که این کارو میکنه ازش فاصله بگیرید. سعی نکنید دوستاتون رو از این جور آدما انتخاب کنید. این افراد بیشتر باعث میشن خود شما هم وسط این حواشی گیر کنید. و خب همونطور که گفتم دانشگاه فضای بزرگیه، اما خیلی زود همه چیز میپیچه و شما تبدیل میشید به یک آدمی که بقیه سعی میکنن ازتون فاصله بگیرن یا کلی حرف الکی پشت سرتون میزنن، حتی اگه کاری نکرده باشید، صرفا به خاطر اینکه یک اشتباه کردید و اونم اینه که یک دوست اشتباهی رو انتخاب کردید. نکته بعدی ارتباطات عاشقانه است یا اینکه پارتنر پیدا بکنیم نکنیم. ببینید خیلی‌ها فکر میکنن اینکه آدم پارتنر خودش رو داخل دانشگاه پیدا کنه یه چیز بدیه، در صورتی که من متفاوت فکر میکنم. اگر آدم پارتنر خودش رو داخل دانشگاه یا محیط کارش پیدا نکنه کجا میخواد پیداش کنه؟ اینکه شما داخل دانشگاه دنبال یک دختر مناسب یا پسر مناسب بگردید خیلی چیز اوکیه و خیلی هم مناسبه، خیلی هم کار درستیه به نظر من. چون اون آدم احتمالاً سلایق شبیه به شما داره، علایق شبیه به شماست و از سمت دیگه هدفهای مشترکی دارید. برای مثال اگه کسی عمران میخونه و یک آدمی پیدا کنی که عمران میخونه، خب قطعا این دو نفر خیلی به هم شبیهن تا یک آدمی که رندوم از یه جای دیگه پیداش کنه. ولی از سمت دیگه نکته که باید رعایت کنید اینه که خیلی زود عاشق نشید. متوجه هم که شما از یک فضای بسته که داخلش دختر تنها بودید یا مثلا فقط دخترها بودن یا فقط پسرها بودن، وارد یک فضایی شدید که همه با هم دیگه مخلوط شدن. ولی باید صبور باشید. آدما رو زیر نظر بگیرید ولی تا ترم 3 4 حتی جلوتر بالاتر اقدام نکنید. صرفا سعی کنید آدما رو بشناسید. اگه خیلی زود اقدام کنید این نکته رو باید در نظر بگیرید که اگر مشکل بخوره رابطتون با اون فرد، قراره تا آخر دوران تحصیلتون اون آدمو هر روز داخل کلاس یا داخل دانشگاه ببینید، کلی حرف در موردتون زده میشه و چیزای دیگه. پس یه سری پوانای مثبت داره، یه سری پوانای منفی و شما باید اینجا یک انتخاب درست و معقول داشته باشید. توی ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد روابط عاشقانه داخل دانشگاه صحبت می‌کنیم. موضوع بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم کانکشن زدنه. ببینید منظورم از کانکشن زدن ارتباط گرفتن با اساتید یا افرادی که داخل دانشگاه میتونن به عنوان پارتی برای شما عمل کنن. یکی از راهکارها اینه که شما درس بخونید اونقدر زیاد که عضو مثلا تاپ ترین بچهای کلاس بشید. درس خوندن عادتهای خیلی چیز اوکیه ولی برای من جواب نمیداد. من آدمی نبودم که خیلی درس بخونم و برای همین شب امتحان همه درسامو پاس میکردم و
خیلی استادا منو به عنوان یه شاگرد زرنگ یا کسی که معدلش همیشه الفه یادشون نمونده، ولی تقریبا میتونم بگم همه اساتیدی که باشون درس داشتم اسم منو یادشون مونده. برای چی حالا تاکید دارم که کانکشن بزنید؟ فرض کنید شما میخواید مهاجرت کنید، یه سری تحقیقات انجام بدید داخل دانشگاه، نیاز به بودجه دارید، پروپوزال بدید، یه سری مسابقات داخل دانشگاه برگزار میکنن، یا میخواین یه کتاب خیلی خاص از مجموعه کتابخونه دانشگاهتون بردارید. برای این کارا باید یک پارتی داشته باشید و هیچ پارتی جز استاد داخل دانشگاه وجود نداره. شما که نمیتونید با مدیر دانشگاه صحبت کنید یا مثلا با آدمای خیلی بزرگتر صحبت کنید. شما تنها پارتی که دارید احتمالاً استادی که دوستتون داره. پس باید سعی کنید همه اساتید شما رو در ذهن خودشون بسپارن. البته باز برمیگردیم به نکته اول. به دلغک بودن یا مسخره بازی کردن معروف نشید. سعی کنید به خاطر رفتار درستی که دارید یا احترامی که به استادتون میذارید یا حرفایی که میزنید سر کلاس شناخته بشید. گفتم من خیلی درسخون نبودم ولی سوالای مناسبی میپرسیدم، در کنارش یه سری فعالیت خارج از درس میکردم. برای مثال من خیلی عاشق استارتاپ بودم، برای همین داخل مسابقات استارتاپی شرکت میکردم، پروپوزال مینوشتم، کارهای شبیه به این. پس اگر مثل من بچه درسخونی نیستید، سعی کنید حتما اون کانکشن رو درست کنید و فقط فکر نکنید که کانکشن زدن واسه بچه درسخون است. پنجمین نکته اینه که باید مسیر تحصیلی خودتون رو پیدا کنید. منظورم مسیر تحصیلی اینه که ببینید داخل آینده قراره چه کار کنید. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید چه برنامه‌ای واسه زندگیتون دارید؟ دوست دارید برید سربازی، دوست دارید برید سر کار، دوست دارید ادامه تحصیل بدید، می‌خواید برید خارج از کشور؟ و اولش که وارد دانشگاه میشید فکر میکنید که این چیزا خیلی مهم نیست، زمان زیادی دارید، ولی واقعا اینطوری نیست. از همون ترم 2-3 باید شروع کنید بیشتر در مورد رشته‌تون یاد بگیرید. باید سعی کنید ببینید که دقیقاً رشته‌تون چه شکلیه، واقعا بهش علاقه دارید یا نه. اگر دوست دارید ادامه تحصیل برید تا دکترا برید، بازار کارش چطوریه، درآمدش چه مدلیه. برای این کارا میتونید از استاداتون، از افرادی که ترم بالایی هستن کمک بگیرید، از افرادی که فارغ التحصیل شدن کمک بگیرید. و از سمت دیگه بعد خودتون واسش آماده کنید. اگر میخواین ادامه تحصیل ندید، اینطوری باشه که اوکی، اگه مثلا پسرید، وقتی درس من تموم شد قرار برم سربازی، پس خودتون واسش آماده کنید. یا اگر میخواین ادامه تحصیل بدید، انتخاب کنید که میخواین چقدر جدی باشید داخلش. دانشگاه آزاد براتون کافیه یا میخواین برید سراسری. در واقع یک برنامه ریزی مناسب برای برنامه‌های بعد از فارغ التحصیلتون باید بچید. نکته ششمی که می‌خوایم بهش بپردازیم و خودم من خیلی دوستش دارم، اینی که علم بهتر یا ثروت. احتمالاً اگه کنکور داده باشید، اکسپلور اینستاگرامتون پر شده از این ویدیوها که با درس خوندن آدم نتیجه نمیرسن، نباید درس خون، آدم موفق هیچ کدوم درس نخوندن، استیو جابز نمیدونم دوران تحصیلش رو گذاشت کنار یا چیزای شریک به این. شما باید به خودتون نگاه کنید. دوست دارید به عنوان یه آدم آکادمیک شناخته بشید یا نه دوست دارید وارد یک فضای کار بشید؟ و هیچ کدوم اینا بد نیست، هیچ کدومشون هم رقیب اون یکی نیست. شما میتونید هم درس بخونید و پولدار شید، هم میتونید درس نخونید و پولدار شید. و اصلا همیشه بحث سر پولدار شدن نیست. اگر دوست دارید آدمی باشید که تحصیل کرده است یا رفته باشید دانشگاه، از تصمیمی که گرفتید پشیمون نباشید. شما کار خیلی خاصی دارید انجام میدید. کنکور خیلی سختی رو پشت سر گذاشتید، وارد یه فضایی میشید که خیلی برای شما مزایا داره که اکثریت بهش اشاره نمیکنن. همینطور که گفتیم اینجا یه شبیه ساز از جامعه واقعیه. در کنار اون آدم داخل دانشگاه ساخته میشه. شما کلی آدم متفاوت میبینید، دختر میبینید، پسر میبینید، پیر میبینید، جوان میبینید و همون نکاتی که گفتم. و همه اینا روی شخصیتی که شما از اون دانشگاه میایین بیرون تأثیر میذاره. تقریبا هر کی دانشگاه رفته باشه به شما قطعا اینو میگه که بعد از فارغ التحصیل شدن دانشگاه تمام رفتاراش تغییر کرده، خیلی فرق بالغ‌تری شده. شما خیلی از این مزایا رو نمیتونید داخل فضای کار پیدا کنید. آدمای متفاوت خیلی قرار نیست ببینید، قرار نیست با آدم مختلف سر و کله بزنید. پس اینکه بگین دانشگاه خیلی چیز مزخرفیه یا به درد نمیخوره، باعث میشه زمانتون از دست بدین، یه حرف الکیه. دانشگاه هم یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره و اینجا شما خودتون باید تصمیم بگیرید. دوست دارید به عنوان یه آدم آکادمیک پولدار بشید یا به عنوان یه آدمی که وارد فضای کار میشه؟ و هر کدومش هم اگه داخلش نامبر وان بشید قطعا به ثروت میرسید. آدم خیلی زیادی بودن که درس خوندن و پولدار شدن، آدم خیلی زیادی هستن که درس نخوندن و پولدار شدن.
و این خیلی به رشته‌تون هم ربط نداره. بیشتر از اون به اون تلاشی که میکنید و علاقه‌ای که اون رشته دارید مربوط میشه. اگر نکته‌ای هست حتما بهم بگید، بهش میپردازیم. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو براتون ساختم و خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برام بنویسید. من این چیزا که گفتم اکثرا بر اساس تجربه شخصی خودم بوده، به عنوان آدمی که 4 سال رفتم درس خوندم و فارغ التحصیل شدم. خیلی هم اتفاقا دانشگاه خوشم نمیاد، ولی با این حال حس میکنم که نیاز به این ویدیو رو واسه هم نسلی خودم بگیرم. اینجا زاویه زد. ممنون از وقتی که گذاشتید.